سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. امیدوارم که حالتون عالی باشه. بنده علیجانی هستم و اینجا آکادمی ثروت ساز است. امروز اومدم با یک خبر داغ از اتاق معاملاتی هیوا گلد. اگه هنوز کانال ما رو لایک و سابسکرایب ندارید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا ویدیوهای جدیدی که ما بارگذاری میکنیم حتما شما جز اولین نفراتی باشید که مطلع میشید. مثل این ویدیو که میخوایم امروز در مورد اتاق هیوا گلد یک پیام مهمی رو برای شما توضیح بدم. ببینید دوستان، اتاق هیوا گلد همونطور که شما میدونید و تو آموزش هایی که به شما دادم، کلیه اتاقهای معاملاتی در حال حاضر برای انجام معامله در واقع شما به وجه تضمین 2,300,000 تومان نیاز دارید. برای انجام یک واحد معامله به 2,300,000 تومان پول نیاز دارید. اما اتاق هیوا گلد با یک حرکت بسیار زیبا اومده چیکار کرده؟ اومده یک پورتفوی نیم واحدی رو راه اندازی کرده و کاربرای عزیز بتونن با مبلغ 1,150,000 تومان بتونن یک پورتفوی رو باز بکنن، پورتفوی نیم واحدی رو باز بکنن و بتونن معامله انجام بدن. خب پورتفوی نیم واحدی، خب شما میخواید بگید که خب مبلغش کمتره اما خب درآمدش هم کمتره. اما نه، یکی از جذابیت های این طرح اینه که اومده هیوا گلد یک پورتفوی نیم واحدی براتون باز کرده، اما با حجم و اون سود در واقع همون یک واحدی. در واقع شما با 1,150,000 تومان میان یک پورتفوی نیم واحدی باز میکنید و تو معامله به ازای هر خط همون 23,000 تومان رو شما دارید دریافت میکنید. یعنی چی؟ یعنی اگر توی پورتفوی که شما باز میکنید و انجام معاملات خودتون یک معامله رو باز میکنید، وقتی 5 خط حرکت میکنه در واقع شما 115,000 تومان سود یا ضرر رو دریافت کردید. و اینکه مبلغ حراجی، مبلغ لیکوید شدن رو هم 40 واحد در نظر گرفت، 40 خط در نظر گرفته. یعنی شما با 2,300,000 تومان یک واحدی 80 خط اگر با پورتفوی ایزوله 80 خط میرفتین تو ضرر و حراجی میخوردین، اینجا با 40 خط ضرر حراجی میخورید. اما اینجا دیگه بحث کراس مطرح نیست دوستان، بحث نیم واحدی دیگه حتما شما واسه پورتفوی ایزوله و با مبلغ 1,150,000 تومان باز بکنید که اگر 40 خط بره تو ضرر شما معامله شما بسته میشه. ولی خب برای اون دسته دوستانی که حرفه‌ای تر هستن و نقطه ورودهاشون دقیق تر هست میتونن چیکار کنن؟ با نیم واحد یعنی با 1,150,000 تومان میان پورتفوی باز میکنن و سودهای خب روزی 2-3 میلیون تومان رو میتونن برای خودشون داشته باشن. اونهایی که تمرکز معامله‌گریشون بهتر شده و نقطه ورودهاشون بهتر شده، به محض اینکه معامله رو باز میکنن معاملهش میره تو سود، یا اینکه نهایتا با 1-2 خط ضرر بعد میره تو سود. اون دسته از دوستان که به اون تسلط رسیدن میتونن از این طرح استفاده بکنن. طرح بسیار خوبیه. یعنی شما فقط 1,150,000 تومان رو دارید تو ریسک قرار میدید، اما خب از اون بر شما میتونید به راحتی تو انجام یک معامله حتی همین مبلغ رو به دست بیارید. خب ببینید دوستان، اینجا شما میخواید یک پورتفوی رو بسازید. خب اینترنت ما قطع وصل میشه. خب اینجا شما تو قسمت پورتفوها اینجا یه ایزوله دارید، یه کراس دارید، یه ایزوله نیم واحدی. ایزوله نیم واحدی رو انتخاب میکنید، حجم پورتفوی خودش مینویسه اینجا. شما حتی 1,000 تومان هم نمیتونید به این پورتفوی، به این حجمتون اضافه بکنید. مثلا یکی از دوستان بگن که ما میخوام مثلا با 2 میلیون تومان، اصلا نمیشه، اصلا بسته است. شما نمیتونید حتی اینجا مبلغی رو تایپ بکنید. یعنی همین 1,150,000 تومان رو شما میتونید وارد بکنید و ساختن پورتفوی رو بزنید و پورتفولیوتون رو ایجاد میشه و میتونید اینجا مثل همون دو واحدی ها، مثل همون یک واحدی وجه تضمین 2,300,000 تومانی، شما میتونید اینجا یک حجم باز بکنید و معامله خودتون رو انجام بدید. خواستم این طرح رو، این موضوع رو برای شما به اشتراک بذارم و دوستانی که هنوز تو اتاق معاملاتی ثبت نام نکردن، به نظر بنده
این اتاق معاملاتی که از اتاقهای معاملاتی خوبی هستش که شما میتونید از این طرح استفاده بکنید و بتونید سودهای خوبی رو به دست بیارید. خب حتما تو این سایت دوستان ثبت نام بکنید. اگر نحوه ثبت نام کردن و احراز هویت رو هنوز نمیدونی، من یک ویدیو ساختم توی کانال هست، آموزش اتاق معاملاتی. شما میتونید اون ویدیو رو ببینید و ثبت نام خودتون رو انجام بدید. لینک ثبت نام رو هم تو همین پایین همین ویدیو براتون گذاشتم. حتما میتونید از این لینک استفاده بکنید، ثبت نام خودتون رو انجام بدید، احراز هویت انجام بدید و از این طرح بسیار خوب هیوا گولد بهره مند بشید. این رو هم خاطرتون داشته باشید که هیوا گولد در طول این مدتی که حالا خودم باهاش کار کردم طرح‌ها و جوایز بسیار خوبی رو ارائه کرده. یک طرحی رو یادم گذاشته بود به نام طرح میلی که شما با انجام هر معامله، یعنی خودتون، حتی خودتون هر معامله رو انجام میدادید، از اون ور یک مبلغی رو، یک مقداری رو به میلی، یعنی به میلی گرم طلا براتون لحاظ میکرد. حالا قیمت طلا افزایش پیدا میکرد، اون چون شما مثلا 50 میلی 100 میلی برای خودتون جمع کرده بودید، خب قیمت اون هم افزایش پیدا میکرد. یک چیز طرح بسیار خوبی بود که 2 ماه اون طرح رو برگزار کرد و بعد اون طرح بحث کندل رو گذاشته بود که توی داشبورد بریم، توی این قسمت گذاشته اون جوایز و پاداش‌ها رو شما ببینید. تو قسمت حدس قیمت و رنگ کندل اینجا اون طرح رو گذاشته بود که اون طرح به پایان رسید و الان اومده در واقع این بحث پورتفوی نیم واحدی رو مطرح کرده که شما میتونید از این طرح هم استفاده بکنید و سودهای خوبی رو به دست بیارید. اینجا رو ببینید دوستان، میلی گذاشته، پاداش میلی، این مربوط به همون طرح اولیه‌اش هست. هنوز این رو بر نداشته. احتمال این هست که در آینده دوباره بیاد و این طرح رو اجرایی بکنه. این احتمالش وجود داره. حتما این اتاق رو ثبت نام بکنید، یه آموزش ببینید، احراز هویت بشید و معامله انجام بدید که همیشه تو این سایت حضور داشته باشید و به محض اینکه طرح جدیدی میذاره شما مطلع بشید و از این مزیت‌های این اتاق معاملاتی شما هم بهره مند بشید. خب فقط میخواستم این اتاق رو مجددا، این طرح رو به دوستان یادآوری بکنم و از این طرح شما هم استفاده بکنید. این طرح و این پیام رو امروز در واقع هیوا گولد بارگذاری کرده و شما میتونید از این طرح هم استفاده بکنید. تأکید میکنم اگر هنوز هم کانال ما رو سابسکرایب نکردید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش هم فعال کنید تا مثل امروز اگر ویدیوهای جدیدی با محتوای جدیدی و اخبار جدیدی رو از اتاقهای معاملاتی یا هر چیز دیگه ای داشتم، در اولین فرصت شما بتونید این ویدیوها رو داشته باشید و از آموزش‌های ما هم جا نمونید. براتون آرزوی موفقیت میکنم تا دیدار بعدی. خدا نگهدار.